بچه‌ها سلام. نمونه سوال دامنه تابع لوگاریتمی رو میخوام براتون حل کنم. گفته چی آقا؟ گفته دامنه تابع f رو به دست بیار. f چیه؟ f(x) همون لوگاریتم x به علاوه 2 در مبنای 3x. خب ما یه تعریفی داشتیم برای لوگاریتم. لوگاریتم میگفت آقا لوگاریتم a در مبنای b سه تا شرط داشت. شرط اولش این بود که a بزرگتر از 0 باشه. شرط دومی بود که b یا همون مبنا هم باید بزرگتر از 0 باشه. و شرط سوم این بود که b باید مخالف عدد 1 باشه. خب بریم اینو حل کنیم. الان طبق این ویژگی من میخوام اینو از روی این حل کنم. x به علاوه 2 همون آی من، یعنی میگم x به علاوه 2 که همون آی باید بزرگتر از 0 باشه. عین همین رو اینجا می‌نویسم. مبنام بزرگتر از 0 باشه. مبنام چیه؟ 3x. 3x باید بزرگتر از 0 باشه و مبنا باید مخالف 1 باشه، یعنی 3x باید مخالف عدد 1 باشه. بیایم اینا رو حل کنیم. این میشه نامعادله درجه دی. این یه رابطه، این یه رابطه و این هم یک رابطه. خب بچه حالا میام از بین این سه تا اشتراک میگیرم. اشتراکشون چجوری میشه؟ اشتراکش اینجوری میشه که وقتی یه محور اعداد رو میخوام رسم کنم، -2 یه واحد، 2 واحد، یه واحد، 2 واحد. اینجا -2. x های بزرگتر، اینجا رو تو خالی میذارم چون مساوی نداره. x های بزرگتر از -2 میشه اینجا. x های بزرگتر از 0 بازم تو خالی میذارم. بچه میگه x مخالف 1/3 باشه. یعنی چی؟ یعنی همه اعداد میتونن باشن به غیر از 1/3. پس 1/3 میام اینجا پیدا میکنم. فرض کنید اینجا 1/3. این پایین میکشم که قاطی نشه. همه اعداد میتونن باشن به غیر از 1/3. بچه اشتراک کجا افتاد؟ اشتراک همشون، اشتراک سه تاشون. شاید این دوتا هم باید اشتراک داشته باشن ولی اشتراک سه تاشون رو میخوام. اشتراک سه تاشون دقیقاً میشه از 1/3. میبینید این یه خط، این یه خط، این دو خط، این سه خط. میشه چی؟ میشه جواب دامنه تابع f میشه از بازه 1/3 تا مثبت بی‌نهایت. این شد دامنه تابع f.